و این اتفاقا برای من میافتاد. توی بازارم خیلی سخت بود. هر بار من این بچه رو با خودم میبردم، چه عذابایی که میکشیدم. و یه مشکلات دیگه هم که توی این کار داشتم، میگم ببینید من میگم این کار برای من خیلی راحت تر بود، منظورم که از اون یکی مسئله، وگرنه این هم سختی های خودشو باشه. خب توی بازار خودتون میبینید یه محیط بازاری و همه آقان، همه با یه چشم دیگه هم اونجا مراجعه کنن. بالاخره هر کسی یه جوری تلاش خودشو میکنه که بالاخره به یه سنگی میندازه ببینه میگیره یا نه. تو این وسط ها من هر جا میرفتم با یه بچه، حالا یه بار دو بار میرفتم، ای خانم چرا مثلا با یه بچه کوچیک میای بازار، سختت نیست؟ پس مگه شما همسرت نیست؟ همسر آقا نداری این کمک کنه؟ یعنی این حرفا آزارتون میده. یا بیان کنکاش کنم، یا بخوام مثلا حالا ببخشید معذرت ما ای بخوان لاس باد بزنم. من همیشه میگفتم، چرا به همه گفته بودم من شوهر دارم، عاشق شوهرمم و شوهر من چون علیله، الان که علیله بهش مادم شوهر من بیماری گرفته از نخا به بعد فلج هستن و تو رخت خواب هستن و من چون عاشق ایشونم رهاش نمی کنم و کار میکنم و نمیخوام اصلا دوستم ندارم به همسرم کنم، چون عاشقشم. با این داستان میتونستم توی مثلا بازار برم و بیام تا اینکه کسی زیاد اذیتم نکنه. اینجوری یعنی تو گوش اون کسایی که باشون کار میکردم خونده بودم که من شوهرم رو خیلی دوست دارم، عاشقشم، ما عاشق هم میدم از این حرفا که اینجوری. حتی همیشه میترسیدم که بچه‌م لو بده، چون مثلا این بهش هیچ وقت یاد ندادم دروغ بگم. همیشه الانم بهش میگم شده باشه کتک بخوری، شده باشه از من اصلا کلا عصبانی بشم، باید راستشو بگی. ولی از طرفی هم اونجا همیشه میترسیدم که مثلا این نکنه لو بده، به خاطر هم خیلی باید حواسم رو جمع میکردم که این لو نده. حالا تو این داستانا یه سری مسائلم پیش اومد که این خانم یه جاهایی ما رو لو داد.